سلام، به خونه من خوش اومدین. مهمانان عزیز قدم رنج فرمودید، به خونه من تشریف آوردین و چقدر خوشحالم که اینجا قرار تبادل تجربه با شما داشته باشم. یه نکته خیلی ریزی و خیلی مهمی است که امروز میخوام راجع به اون موضوع صحبت کنم. من معمولاً در قبل از شروع سال تحصیلی برای خودم، برای کلاس خودم همیشه میرم یه سری لوازم و تحریر میخرم با پول خودم. هزینهش خب خیلی زیاد نمیشد، الان هم خیلی زیاد نمیشه، ولی اینا ابزار کاره. من میگم که هر کسی باید بهترین ابزار رو برای خودش داشته باشه. همه ما میدونیم یه سری لوازم و تحریر توی مدرسه هست. اگر چسب بخوام، دانش آموز برو زحمت بکش از مدیر مدرسه یا معاون آموزشی چسب بیار، کاغذ بیار، ولی هر چیزی ندارن تا بخوام برن دو دفعه بیان معاون آموزشی بیاد آقا این ماژیک نیست اون ماژیک هست، کار من لنگ میمونه. من همیشه یه کارتونی داشتم، یکی از کارتون هایی که تو کلاسم کنار میزم بود، مثل کاغذ آچار، 5 تا کاغذ آچار توش جا میشد، توی کارتون بود. توی این لوازم و تحریر مورد نیاز من در طول سال تحصیلی، چیزی که فکر میکردم توی کلاس به درد من میخوره رو خودم میخریدم، تو کلاسم داشتم. از کاغذ آچار، جا چسبی روی میز من بود، خودکاری که استفاده میکردم روی میز من روی اینجا چسبیه بود یا شبیه چنین چیزی. الان اتومات تو خونه دارم، این قیچی، مداد، پاپکورن، تراش، ماژیک نوک تخت، نوک گرد، ماژیک های وایت بورد، ماژیک 12 رنگ که بخوام استفاده کنم ازش، خودکارهای رنگی، کاغذ نوار چسب فانتزی که امروزه دیگه خیلی تنوع این چیزا زیاده، و دیگه بهتون بگم کاغذ آچار رنگی، چند رنگ، 5 رنگ، 10 رنگ، از هر کدوم 10 برگ تو این کارتون بود، کنار میز من بود. اگر چیزی داشتم تدریس میکردم به بچه ها و شکل ماهی احتیاج بود ببینم، تو کتاب شکل کوچیکی بود، سریع مقوا، انواع مقوا، کاغذ آسه، مقوا سفید، رنگی، همه چی داشتم. سریع یه مقوا رو میوردم روی میز، از اون کتاب بچه ها با ماژیک یه ماهی بزرگ میکشیدم، بعد بالاهاشو میکشیدم، بچه ها میومدن رو میز من. یک احتیاج نیست هنرمند باشی، من هنرمند نبودم، نقاشی هم هیچ وقت خوب نیست و هنوزم میتونم فقط یه خونه بکشم که بلد هستم، با 14 هم میتونم یه اردک درست کنم، همین. ولی برای کار با بچه ها همین کار رو میشه انجام داد. ماهی میکشیدم، بچه ها میگفتن نگاه کن این باله هست، مثلا باله ماهی رو رنگ میزدیم، اینجا آموزش میدادم بهشون روی این کاغذ به این بزرگی، این کاغذم میچسبوندم توی دیوار کلاس تا یک هفته، 2 هفته، 1 ماه بود، تا اینکه دیوار پر میشد احتیاج بود گرفته بشه یه کاغذ دیگه بچسبون، اونو میگرفتم. پس من میگم که هم برای آموزش بهتر، هم برای احترام به خودم، حفظ شخصیت خودم و بیان کلاس کاری خودم توی کلاس جلوی بچه ها، خانواده ها، کادر آموزشی، این یه لول دیگه ای از سطح شخصیت یک معلم رو نشون میده که ابزار و تجهیزات مورد نیاز خودش، خطکش مثلا، هر چیزی که توی کلاس قراره به من کمک بکنه، لوازم مصرفی بود، این لوازم با عمر بالا نبود، مثلا شابلون مثلث و دایره و این چیزا نبود که مثلا پول اینا رو دارم میدم، میکروسکوپ نخریده بودم، ولی این چیزها رو اینجا داشتم. این یه لول دیگه ای از سطح تفکر معلم نشون میده. کسی که برای خودش احترام قائل میشه، قطعا دیگران هم براش احترام قائل میشن. اصلا این یک ضرب المثل، من خیلی جا خوندم که میگه یه استادکار همیشه باید ابزار کار، بهترین ابزار کار رو برای خودش داشته باشه، بهترین نوع ابزار کار. هرچی ابزار کار بهتری داشته باشی، کارت بهتره، دقیقتره، اصولیتر انجام میشه. و اینو من به عین خودم میدیدم و خودم اصلا لذت میبردم از اینکه دیگه معطلی نبودم به دانش آموزم بگم آقای فلانی برو دفتر از آقای معاون فلان ماژیکو بگیر بیا.
کاغذم بگیر بیار، سوزن تگردم بیار، چسبم بیار، قیچیرم بیار، مداد رنگی هم بیار. خب خیلی از این چیزا هم تو دفتر مدرسه هم نیست، ولی چیزی که من همراه هم بوده تو کلاس بوده، آنن فقط دست میکردم تو جعبه جادویی خودم درش میآوردم و این ماهی که میکشیدم و با همون ماژیک هایی که داشتم رنگ خوشگل میکردم، با مداد رنگی خودم رنگ میکردم میذاشتم اینجا. و هر چیز دیگه، مثلا حتی عکسی از مجلات بود، بهشون به بچه‌ها میگفتم میخوایم راجع به ماشین، راجع به سوخت، راجع به هر چیزی. کسی عکسی از ماشین تو روزنامه جای دید، روزنامه اگر به درد نمیخوره، مجله نخواستن خانواده‌هاتون، اون ماشین رو ببرین بیارین. بچه یه دفعه مثلا فردا 30 تا ماشین آوردن، 40 تا ماشین آوردن. انتخاب میکردیم، همین بازیه. ماشینا نشون میدادم، میگفتم رای گیری میکنین، 10 تا ماشین میخوایم انتخاب کنیم. چرا این ماشین؟ چرا این ماشین؟ چرا این ماشین؟ این سرعتش بالاه، این مثلا اسپورت، این قیمتش خیلی گرونه، این خیلی خاصه. خیلی متوجه این تفاوت ها میشدن. انتخاب میکردیم، سری با قیچی دورگیری میکردم، اولیشو، دومیشو، بعد میدادم به تو دانش آموز بعدی، نه تو دورگیری این انجام بده، من بیام اولی رو بچسبونم، دومی رو بچسبونم، این دورگیری کرد. نفر بعدی تو دورگیری کن، میچسبونم. نفر بعدی میگفتن شما بیا اینجا دور اینو با ماژیک تزیینش کن یا دورش با ماژیک خط بکش. بعد نفر بعدی خوشخط بود میگفتم بنویس، مثلا این اسم ماشینا رو بنویس. یکی که بلد بود میپرسیدم این ماشین اسمش چیه. پس شد یک مجموعی از فعالیت ها فقط به واسطه این که من ابزار کار همراهم بود. ابزار کار بسیار ارزون، بسیار معمولی، هیچ چیز خاصی هم نبوده. این هم درسته میگین که ممکنه خیلی از کلاس‌های ما 2 شیفته است، من وسیله میذارم اینجا گم میشه. کاری نداره که یه جعبه اینقدری یک دانش آموز مسئول این میکنه. این ماه مهر ماه علی آقا شما مسئول این هستی که اومدی مدرسه یا من اومدم تو کلاس، برو دفتر مدرسه این جعبه من رو بیار اینجا بذار، ظهرم میخوایم بریم جعبه من رو ببر توی دفتر بذار. اگر میخواین خودتون دست نزنین، اگر سختتونه، اگر وسیله زیاد دارین، به راحتی. امروزه خیلی تو کلاس کمد دارن، میز داره معلم، خودش میبره دفتر میذاره میاره، استفاده میشه. یعنی همیشه راهی هست که بخواین حل بکنید و همیشه هم راهی هست که بخواد بهانه‌گیری بشه. من ترجیح میدادم این کار انجام بدم و همیشه هم لذت بردم از اینکه تجهیزاتم کامل توی کلاس بود. این یعنی نشون میده من برای کلاس خودم برنامه دارم. من نیومدم اینجا 7:30 صبح تا 12:30 میشه وقت تلف کنم. من اومدم اینجا کار کنم، لذت ببرم، زندگی کنم با بچه‌هام. و این آموزگار زندگی میکنه با بچه‌هاش. ساعت کاری ما با ساعت کاری کارمند خیلی باید فرق داشته باشه. توی مدرسه زندگی جریان داره، زندگی هست و من خوشحالم که سالها زندگی کردم.